بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران دوستداران کلام الله منان. امیدوارم که تا این درس از برنامه آموزش روحانی قرآن کریم رو با دقت پیگیری کرده باشید و تمرین‌های برنامه‌های گذشته رو با دقت و با تکرار ادامه داده باشید و در برنامه‌های گذشته درباره حرکت‌های کشیده فتحه، کسره و ضمه برای شما عزیزان صحبت کردیم و همچنین درباره حرکت‌های کشیده، حرکت‌های کوتاه فتحه و کسره و ضمه رو گفتیم. حرکت‌های کشیده آ، ای و او که همون فتحه به همراه الف و یا کسره به همراه یا و یا ضمه به همراه واو بود هم سخن گفتیم. درباره ساکن صحبت کردیم، درباره تشدید و نحوه خواندن تشدید گفتیم. همچنین درباره تنوین صحبت کردیم، تنوینی که دو تا فتحه با هم داره یا دو تا کسره و یا دو تا ضمه. وقتی که ما مشاهده میکنیم به اینها گفته میشه تنوین. دو فتحه با هم یا دو کسره با هم و یا دو تا ضمه با هم. اشاره کردیم هم که دو تا فتحه با هم یعنی که یک فتحه بوده و یک نون ساکنی که ما حذفش کردیم. دو تا کسره با هم یک کسره با نون ساکن بوده و دو تا ضمه با هم یک ضمه با نون ساکن بوده و همین خاطر ما در خواندن دو فتحه با هم میگیم ان، تنوین ان. هر حرفی که این دو تا فتحه داشت با صدای ان خوانده میشه. اون حرف بن، تن، سن، جن. و اگر دو تا کسره داشت با صدای ان خوانده میشه. فن، قن، دن، زن، بن. و اگر دو تا ضمه داشت با صدای اون خوانده میشه. اون، بن، تن، ثن، جن. که درس‌های گذشته حتما عزیزان اینها رو بررسی کردن. اگر باز هم جای شبهه‌ای برای شما باقی مانده درس‌های گذشته رو باز هم تکرار بکنید عزیزان. اما بعد از این حرکات احیانا ما در کلام الله مجید حروفی رو مشاهده میکنیم که هیچ حرکتی ندارن. هیچ حرکتی ندارن. اینها حروفی هستن که نوشته میشن اما خوانده نمیشن. شناخت این حروف ما کمک میکنه که ما بدانیم که چطور با این حروف تعامل بکنیم. 4 تا حرف هستن که اگر این 4 حرف هیچ علامتی نداشتند خوانده نمیشن. باز هم تکرار میکنم. 4 حرف هستن، 4 حرفن از حروف الف با که اگر این حروف هیچ علامتی روی اینها نبود خوانده نمیشن. اصلا نوشته میشن خوانده نمیشن. اصلا در خواندن ما به اینا کاری نداریم، رد میشیم میریم بعدش. اینها خوانده نمیشن. و یا احیانا روی یکی از این حروف که الف هست علامت هایی هست که بعضی وقتا خوانده میشه بعضی وقتا خوانده نمیشه. اجازه بدید بریم سراغ تصاویر و مثال ها تا بهتر متوجه بشیم. صحبت حروف ناخوانا هستن. حروف ناخوانا یعنی خوانده نمیشن اما نوشته میشن. 4 حرفن: الف، لام، واو و یا. به ترتیب حروف الف با، اول الف، بعد لام، بعد واو، بعد یا. اگر این 4 تا رو در یک کلمه بخوایم کنار هم بنویسیم، واو رو اگر بگذاریم اولش میشه والی. واو، الف، لام و یا. بخاطر که بهتر به خاطر بسپارید این کلمه والی رو به خاطر داشته باشید. حروف ناخوانا چی هستن؟ کلمه والی رو به خاطر بیارید: واو، الف، لام، یا. اگه به ترتیب حروف الف با بنویسیم الف میاد اول، میشه الف، لام، واو، یا. مهم ترتیبش نیست، مهم 4 تا حروفی هستن که متوجه بشیم اینها واو و الف و لام و یا هستن. این حروف اگر هیچ علامتی روی اینها نبود، هیچ علامتی روشون نبود، نه فتحه، نه کسره، نه ضمه، نه تنوین و نه ساکن و هیچ علامتی روشون نیست، خوانده نمیشن. در قرآن کریم فقط این 4 حرفن اگر روشون علامتی نبود خوانده نمیشن. احیانا حروفی مثل میم، مثل نون هستن که در مصحف عثمان طاها که نسخه بین‌المللی قرآن ما هست علامتی ندارن و اون که علامتش رو ننوشتن به معنای اینه که اینجا ساکن هست، علامتش رو نمی‌نویسن به خاطر اینکه حکمت‌هایی داره که باز در درس‌های پیش‌رو ان شاءالله به اون توضیح خواهیم داد. اما این 4 حرف واو، الف، لام، یا، والی.
اگر هیچ حرکتی روی اینها نبود، هیچ علامتی روی اینها نبود، خوانده نمیشه. اما حرف الف بعضی وقتا روش علامت‌هایی هست که این علامت باید بررسی بکنیم که چه علامتی است. آیا خوانده میشه یا نمیشه، یا بعضی وقتا خوانده میشه بعضی وقتا خوانده نمیشه. این فقط درباره حرف الف هست. لام و واو و یا زیاد تفاصیل ندارن، الف مقداری نیاز به توضیح داره. لام، واو و یا هر جا حرکتی نداشتن خوانده نمیشن. خلاصه کلام هر جا حرکتی نداشتن خوانده نمیشه. اما بریم سراغ الف. الف احیانا همچین شکلی روش میبینید. این الفه، یک صفری روش میبینیم. این صفر خودش یعنی چی؟ یعنی خوانده نمیشه. یعنی این خوانده نمیشه. غالبا هم در آخر کلمات فعلهای عربی میاد، فعلهای جمع، بهش این الف اینجوری نوشته میشه اما خوانده نمیشه. مثلا این مثال چطور خونده میشه؟ همزه بعدش الف اومده فتحه داره، بعدش الف صدای آ میگیره. گفتیم هر وقت هر حرفی که فتحه داره بعدش الف بیاد صدای آ میگیره، میشه آ م نو. نون هم ضمه داره بعدش واو اومده کشیده میشه، تقویت میشه ضمه، صدای او میگیره آ منو. الان این الف هیچ نقش اینجا نداره، نوشته میشه اما خوانده نمیشه. همینطور اینجا قامو هم قامو، این الف ساکن است اما اینجا فتحه قاف از پیش ما افتاده، فتحه باید میداشت. قامو دقیقا مثل آمنو، این الف هیچ نقشی درش نداره. یا کفرو، کفرو بازم همین حکایت هست، اینجا بازم الف خوانده نمیشه. یا خذو، کلمه خذو ضمه خا، زال ضمه داره بعدش واو، خذو بازم الف اینجا خوانده نمیشه. خذو این الف اینجا خوانده نمیشه. پس هر وقت الف رو شما دیدید که روش علامت صفری بود، آن الف خوانده نمیشه. اما احیانا روی الف علامت دیگه میبینیم به این شکل. الف میاد یک علامتی هست به این شکل که این کله ساده، صاد عربی، این فقط کلهش هست اینجا، بقیهش دیگه نوشته نشده، اینجوری شکم صاد اینجا نیست، فقط خود ابتداش هست. این الف با این علامت یعنی چی؟ به این شکل ما در مصاحف میبینیم، مثلا به این شکل نوشته میشه، به این شکل ها نوشته میشه، احیانا وسط حرف میاد، احیانا ابتدای حرف میاد. این صاد از کلمه وصل گرفته شده. این الف رو بهش میگن الف وصل. الف وصل. این خیلی مهمه. عزیزان درباره این سوال خیلی دارن که این الف وصل چطور خوانده میشه؟ این الف آیا خوانده میشه؟ نمیشه؟ چه موقع خوانده میشه و چطور خوانده میشه؟ اسم این صاد رو گفتیم، این صاد هست، این چون از وصل گرفته شده، این به خاطر همین این صاد رو روش گذاشتن تا مشخص بشه این الف وصله. وصل یعنی چی؟ الف وصل در هنگام وصل ما قبل این الف به ما بعدش در وصل خود این الف خوانده نمیشه. این الف رو الف وصل میگن چون در وصل ما قبلش به ما بعدش خوانده نمیشه. اما اگر خودش ابتدای کلمه بیاد خوانده میشه. یک بار دیگه دقت کنید عزیزان، الف وصل در وصل ما قبلش به ما بعدش، وقتی قبلش و بعدش به هم وصل بشن این وسط خوانده نمیشه. اما در ابتدا اگر خودش آمد، ما قبلش چیزی نبود، اون موقع خوانده میشه. در مابین که خوانده نمیشه، وقتی خوانده نمیشه یعنی نیست اصلا، انگار وجود نداره در مابین کلام. یعنی وقتی ما قبلش به ما بعدش بچسبه این وسط خود به خود انگار نیست. مثلا مثل این مثال، به اینجا بعدش لام داریم، به خودش کسره داره، الف هم که چون ما قبل ما بعدش وصل میشه خوانده نمیشه. لام ساکنه، نیاز به چی داره؟ آخرین حرکت ما قبل. آخرین حرکت ما قبل چی است؟ کسره به میچسبه به لام. بل این الف اینجا میافته، اصلا خوانده نمیشه. بل یوم بل یوم. یا مثال بعدی، ول ساکن هم به این شکل نوشته میشه هم به این شکل. ما بخاطر نآوردیم که عزیزان در بعضی مصاحف این بیشتر به این شکل نوشته میشه، بعضی وقتا اینطور به شکل دایره‌ای می‌نویسن ساکن. اینجا هم الف در وصل ما قبل به ما بعد خوانده نمیشه. ول لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف که حرکتی نداره، این علامت ساده حرکت نیست. این میچسبه واو به لام، از واو کمک میگیره الف. ول فتح هو، ول فتح هو.
الف خوانده نمیشه. همین نکات اینجا هم تکرار میشه. به کسره داره میچسبه به لام، چون لام ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. لام الف اینجا حرکتی نداره، از کسره با کمک میگیره، میشه بالقلم، بالقلم. یا اینجا واو فتحه داره، الفش حرکتی نداره، لام ساکنه نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، الف حرکت نداره، از واو کمک میگیره. والعصر، والعصر. میبینیم این الف اینجا وسط حذف شد، چه در این مثال چه بالا چه این 4 تا مثالی که اینجا هستن. در هر 4 تا مثال چون ما قبل الف به ما بعدش وصل شد، الف خوانده نمیشه. پس این الفی که علامت صادی روش هست، علامت صادی روش هست که وقتی میچسبه به این شکل نوشته میشه، یا تنها که باشه به این شکل نوشته میشه. وقتی ما قبلش به ما بعدش بچسبه الف خوانده نمیشه. پس الف وصل در هنگام وصل خوانده نمیشه. اما اگر در ابتدا آمد، اون موقع چطور خوانده میشه؟ مثل مثال هایی که الان داریم. الف وصل ما قبل و ما قبلش چیزی نیست، یا ابتدای آیه است، ما نمیخوایم آیه قبل رو بچسبونیم به این آیه، یا ابتدای سوره است، مثل الحمد است، ابتدای سوره حمد است. الف وصل اگر در ابتدا آمد، یا ما خواستیم که از ابتدای این کلمه بخونیم، ما قبلش رو نمیخوایم بچسبونیم به ما بعدش، ما میخوایم از اینجا شروع کنیم به خواندن، اینجا دیگه الف خوانده میشه. این الف در هنگام وصل خوانده نمیشه، وصل ما قبلش به ما بعدش، اما وقتی ابتدا قرار گرفت خوانده میشه. خب الان ما چه حرکتی به این بدیم؟ این علامت صاده که نشان بر این بود که این علامت صاد اینجا نشان بر این بود که این الف وصله، حرکتی نیست. حرکت یعنی فتحه، یعنی کسره، یعنی ضمه. چی باید بهش بدیم؟ من یک قاعده مختصر میگم و انشاءالله عزیزان دقت کنن که هر وقت شما این الف اومد نگاه میکنیم بعدش چیه. اگه بعدش لام بود، این مثالی ما همش لامه. اگر بعد از الف لام آمد، حرف لام، چه آن لام حرکت داشته باشه چه نداشته باشه، چه خوانده بشه چه خوانده نشه، هر وقت بعد از الف وصل لام آمد و ما میخوایم الف وصل رو بخونیم شروع بکنیم، به الف فتحه میدیم، صدای ا بهش میدیم. مهم نیست که این لام خوانده میشه نمیشه، فتحه داره، کسره داره، ساکنه، مهم نیست. به مجرد اینکه بعد از الف لام آمد، الف وصل، شما خود به خود میبینید بعد از الف لام آمده، اون لام چه خونده بشه چه نشه، چه حرکتی داشته باشه مهم نیست، به الف فتحه میدیم. مثل اینجا میشه الف فتحه که دادیم میچسبه به لام، لام ساکنه کمک میگیره از این فتحه. چرا باید الف حرکت بدیم به این؟ چون ما نیاز به حرکت داریم. الان الف رو چرا باید حرکت بدیم؟ به این خاطر که ما بعدش ساکنه، ساکن نیاز به حرکت داره تا ما از کمک بگیره از قبلش، ما باید به این حرکت بدیم تا شروع بکنیم به خواندن، چون اولش غالبا ساکنه. ببین اینجا ساکنه، اینجا ساکنه، اینم تشدیدم اولش ساکنه، اینم ساکنه، نمیشه با ساکن شروع کرد کلمه. یک حرکتی باید باشه بچسبه به ساکن. اگر الف وصل در ابتدا آمد بعدش لام بود، ما به الف حرکت فتحه میدیم. مثل اینجا الحمد، الف وصل، اینجا فتحه بهش میدیم چون بعدش لام اومده، میچسبه به لام. الذین میشه این الذین. در نوشته اینجوری نوشته نمیشه، در مصحف اینطوری هست، حرکت نمیده. در مصحف حرکت وجود نداره، ما خودمون باید تشخیص بدیم که چه حرکتی بهش میدیم. در مصحف به این شکل نوشته نمیشه. اگه به این شکل بود که دیگه نیازی به فکر نداشت، خود به خود فتحه داشت، اما در مصحف به این شکل نوشته میشه، ما خودمون باید بهش حرکت بدیم. اگر الف بعدش لام اومد فتحه میگیره، اینجا میشه الحجر، الحجر، یا الکتاب، الکتاب. این برای وقتی بود که بعد از الف وصل حرکت الف وصل، بعد از الف وصل حرف لام آمد. عزیزان دقت کنید. برای خواندن الف وصل چیکار باید بکنیم؟ الفی که علامت صاد روش هست، اگر این الف در ما بین تلاوت هست، قبلش رو شما میچسبونید و بعدش خوانده نمیشه، هیچ نیازی نیست که فکری بکنید، چون اصلا خوانده نمیشه، میرید ادامه میدید تلاوتتون. اگر در ابتدای تلاوت آمد، باید یک حرکتی بهش بدیم. چه حرکتی بدیم؟ نگاه میکنیم بعدش چی داریم. بعد از الف وصل اگر لام بود، چه لام خونده بشه چه نشه، چه حرکت داشته باشه چه نداشته باشه، مستقیم فتحه بهش میدیم. الحمد، الذین، الکتاب، مثلا الشمس. اگر مثال حالا اومدیم بعدش لام نبود، اون موقع چیکار میکنیم؟ مثال های دیگه، مثلا
این مثال ها رو با هم ببینیم. الان در این مثال ما الف داریم، الف وصله، بعدش لام نداریم. اینجا چیکار میکنیم؟ اگر الف وصل بعدش لام بود فتحه میگیره. اگر الف وصل بعدش لام نبود، این نقطه رو دقت کنید عزیزان، اگر الف وصل بعدش لام نبود هرگز فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه میگیره، یا کسره میگیره یا ضمه میگیره. نگاه میکنیم الان اینجا بعدش لام نیست. خب اگر بعدش لام نبود فتحه نمیگیره، یا کسره یا ضمه. چطور تشخیص بدیم کسره میگیره یا ضمه میگیره؟ این رو عزیزان دقت بکنید. قبل از اینکه مثال بپردازیم من اول توضیح بدم، بعد در مثال بکنم. احساس میکنم که بهتر متوجه میشیم که چطور این موضوع رو حل بکنیم. الف وصل بعدش لام بود یک فتحه میدیم رد میشه. بعدش لام نبود فتحه نمیگیره، چون فتحه فقط مال وقتی است که بعدش لام باشه، یا کسره میگیره یا ضمه میگیره. وقتی الف وصل بعدش لام نبود چیکار باید بکنیم؟ نگاه میکنیم به حرف بعدی ساکنه. خب ساکن که هیچ، بعد از ساکن چه حرکتی هست؟ بعد از ساکن چه حرکتی هست؟ الف وصل رو ول کنید برید بعدیش همیشه ساکنه. ساکن رو ول کنید برید بعد ساکن چه حرکتی داریم؟ اگه ضمه داشتیم بهش ضمه میدیم. اگر کسره داشتیم بهش کسره میدیم. اگر فتحه داشتیم بهش فتحه نمیدیم، اون موقع باز هم بهش کسره میدیم. این مثال ها رو با هم ببینیم. من مثال ضمه رو اول شروع میکنم. الان الف وصل داریم، بعدش هم لام نیست، پس فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضمه. خب چیکار میکنیم؟ الف وصل بعدش دال ساکنه هیچی، بعدش چیه؟ عین چی داره؟ ضمه داره. چون بعد از الف وصل اولین حرکت بعد الف وصل چیه؟ ضمه است، بهش ضمه میدیم. میشه ادعو. به این شکل میشه. باز آن تاکید میکنم در مصحف اینطور نوشته نیست. مصحف همچین چیزی ما داریم، خودمون باید تشخیص بدیم که چه حرکتی میگیره. الف وصل اگر بعدش لام آمد فتحه میگیره، بعدش لام نبود نگاه میکنیم که اولین حرکت چی هست؟ بعدش اولین حرکت ضمه هست، بهش ضمه میدیم. ادعا. اینجا همینطور. اینجا هم الان بعد الف وصل لام نداریم پس فتحه نمیگیره. خب حالا چیکار کنیم؟ نگاه میکنیم اولین حرکت چی هست؟ بعد ساکن اولین حرکت ضمه است، بهش ضمه میدیم. او میشه او بو دو. این حرف هم که خوانده نمیشه. اینجا الف وصل داریم بعدش لام نیست، پس فتحه نمیگیره، یا ضمه است یا کسره است. نگاه میکنیم به اولین حرکت ما بعدش ضمه است، بهش ضمه میدیم. میشه اس کن. یا اینجا الف وصل بعدش لام نیامده، پس فتحه نمیگیره. چی بهش بدیم؟ کسره بدیم یا ضمه؟ نگاه میکنیم اولین حرکت ما بعدش چیه؟ ضمه است، بهش ضمه میدیم. اوق نوتی کسره بعدش یا صدای ای میگیره. خب اینم حل شد. تا اینجا الف وصل در هنگام وصل خوانده نمیشه. الف وصل در ابتدا وقتی قرار گرفت بعدش لام آمد صدای فتحه میگیره. اگر بعدش لام نیامد نگاه میکنیم به اولین حرکت ما بعدش حرف سوم، غالبا حرف خودش نه بعدیش نه سومی. نگاه میکنیم که حرکتش چیه؟ اولین حرکت ما بعدش ضمه بود، بهش ضمه میدیم. ضمه نبود چیکار میکنیم؟ این مثال دیگری. الان اینجا مثال دیگر. الف وصل بعدش لام نیست، فتحه نمیگیره، پس اولین حرکت ما بعدش هم کسره است، بهش کسره میدیم. ضمه بود ضمه میدیم، کسره بود کسره میدیم. اضرب. این میشه چی؟ اضرب. اینجا استعینو. الان الف وصل بعدش لام نیومده پس فتحه نمیگیره. چی بهش بدیم؟ نگاه میکنیم که بعدش چی هست؟ بعدش فتحه هست. فتحه هم اگر بود بعدش دیگه بهش فتحه نمیدیم، چون فتحه فقط مال وقت است که بعد الف وصل لام باشه، بهش کسره میدیم. نمیگیم استعینو، میگیم استعینو. استعینو. اینجا الف وصل بعدش لام نیست پس فتحه نمیگیره، یا کسره یا ضمه. نگاه میکنیم اولین حرکت کسره است، پس بهش کسره میدیم. اگه فتحه هم بود بهش کسره میدادیم مثل سال بالا. اگه ضمه بود ضمه میگرفت. اهبطوا. اینجا الف وصل بعدش لام نیامده پس فتحه نمیگیره. دقت کنید.
من بارها تاکید میکنم الف وصل وقتی بعدش لام آمد فقط فتحه میگیره، وقتی لام نیامد فتحه نمیگیره، یا کسره است یا ضمه. اگه ضمه بود ضمه میگیره، کسره بود کسره میگیره اولین حرکت بعدش، اگه فتحه هم بود اولین حرکت بعدش مثل اینجا باز الف وصل کسره میگیره. الف وصل بعدش لام نیست پس فتحه نمیگیره، نگاه میکنیم اولین حرکت ما بعد چیه؟ فتحه است، بهش کسره میدیم، میشه ای. این مثال خلاصه صحبت. من باز هم خلاصه میکنم صحبت رو تا عزیزان براشون بهتر جا بیفته که الف وصل وقتی در ما بین میاد خیلی ساده است، زیاد سخت نکنیم موضوع رو. الفی داریم روش یک علامت ساده، این وقتی وسط حرف قرار میگیره خونده نمیشه، خیلی ساده حل میشه موضوع. اول حرف قرار گرفت چیکار باید بکنیم؟ یک حرکتی باید بهش بدیم. بعدش اگر لام بود، حالا این لام خونده بشه یا نشه، بهش فتحه میدیم. بعد از اینکه فتحه دادیم تموم میشه دیگه. وقتی بعدش لام باشه فتحه میگیره به همین سادگی. اگه بعدش لام نبود چیکار میکنیم؟ بعدش لام نبود، خب نگاه میکنیم دیگه فتحه نمیگیره، یا کسره میگیره یا ضم. نگاه میکنیم اولین حرکت ما بعد که غالبا حرف دومی هست، یعنی حرف بعدی ساکن سومی میشه. و اولین حرکت چیه؟ ضمه بود، بهش ضمه میدیم. کسره بود، بهش کسره میدیم. فتحه بود، اینجا باید دقت کرد. فتحه بود بهش فتحه نمیدیم، بهش کسره میدیم، چون فتحه فقط مال وقتی است که بعدش لام باشه. الف وصل بعدش لام بود، الف وصل اگر بعدش لام بود فتحه میگیره، بعدش لام نبود یا کسره است یا ضمه. نگاه میکنیم اگر بعدش لام نبود اولین حرکت ما بعد الف وصل، اولین حرکت نه اولین حرف، اولین حرکت کسره بود کسره میگیره، ضمه بود ضمه میگیره، اگر فتحه بود هم باز کسره میگیره. مثال ها رو با هم تکرار کنیم، تمرین اول رو با هم داشته باشیم. اینجا الف وصل در وسط اومده، خوانده نمیشه، به راحتی رد میشیم ازش. فصبر. اینجا وسط اومده خوانده نمیشه. فنصب. اینجا وسط خوانده نمیشه، ما بعد میچسبه با ما بعد. وحلل. اینجا هم همینطور. وانحر. بعدی وجعلنا، فتح بعدش الف صدای آ میگیره. وجعلنا. در این مثال همین مثالی که تا حالا گفتیم اینا الف وصل خوانده نمیشه چون وسط. والعصر، مثالش رو قبلا داشتیم. سر یک بار را با سین خوانده میشه. اثر یک بار با ضمه خودش. رو چون واو آمده بعد از ضمه صدای او میگیره. اثر رو، این الف هم خوانده نمیشه. کفرو را ضمه داره چون بعدش واو آمده صدای او میگیره. کفرو. اینجا الف خوانده نمیشه چون وسط این لام حرکت نداره، چون حرکت نداره خوانده نمیشه، لام خوانده نمیشه. سین تشدید داره، نیاز داره با آخرین حرکت ما قبل. لام حرکت نداره، الف حرکت نداره، واو حرکت داره، فتحه میچسبه به سین. وس یه بار با واو خوانده میشه، وس یه بار با خودش وس میم فتحه داره بعدش الف صدای آ میگیره. ما والسماء. اینجا هم الف واو فتحه داره و الف خوانده نمیشه چون در وسط آمد، الف وسط خوانده نمیشه. لام هیچ حرکتی نداره، خوانده نمیشه. تا تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، لام حرکت نداره، الف هم حرکت نداره. از واو کمک میگیریم، فتحه واو میچسبه به تا. و یه بار به صورت ساکن تشدید با واو خوانده میشه. و یک بارم با فتحه خودش تا. چرا تا؟ چون فتحه بعدش الف اومده، باز صدای آ میگیره، نمیشه و تا. اگر الف نبود میشد تا و تا میشد، چون الف بعدش فتحه بعدش الف اومده صدای آ میگیره. و تا رقی. اینجا ضمه بعدش چی آمده؟ واو اومده، به تنهایی میشد زو. الف خوانده نمیشه، لام ساکنه، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره. ساکن همیشه با آخرین حرکت ما قبل میخونیم. الف حرکت نداره، واو حرکت نداره، زال ضمه داره بعد بچسبه به لام. ضمه زال میچسبه به لام میشه ذل، دیگه نمیشه ذول، چون اصلا اینجا واو هیچ نقشی پیدا نمیکنه، الف هم حذف میشه. اگه تنها بود میشد ذو، اما چون اینجا زال باید بچسبه به لام، دیگه خود به خود این واو و الف اینجا حذف میشن، خوانده نمیشن. ذل جلال، لام فتحه داره بعدش الف صدای آ. ذل جلال، اینجا هم دقیقاً همین اتفاق اینجا میفته. ذل فضل، زا
واو الف خوانده نمیشه، علامت نداره. الف هم خوانده نمیشه. لام نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره که زا هست. ز میچسبه به لام. ذل انگار واو و الف اینجا وجود نداره. ذل فضل. تمرین بعدی رو هم با هم ببینیم. القو، القو باید باشه. القو هست اصلش، اینجا ضم فتح اشتباه شده. القو، القو. لر، اینجا ببینید این الف خوانده نمیشه. مثلا ما اینجا بود که این الف خوانده نمیشه. اینجا لام خوانده نمیشه اینجا. چرا؟ چون هیچ حرکتی نداره، هیچ علامتی نداره. ل کسره داره اما این لام هیچی نداره. این ل میچسبه به این ر. ر تشدید داره، یک بار با این لام خوانده میشه لر، یک بار با تنهایی ر. لر ر. جل فتح بعدش الف صدای آ میگیره. لر رجال. بل یوم الف این وسط خوانده نمیشه، الف وصل. اینجا هم الف وصل خوانده نمیشه چون وسط ف میچسبه به لام. فل مو غی کسر بعدش یا غی غیرات. فل مغیرات مغیرات. و تینی. واو فتحه داره، الف هیچی نداره، لام هم هیچی نداره. لام خوانده نمیشه، الف هم چون وسط خوانده نمیشه. ت تشدید داره، نیاز به آخرین حرکت ما قبل داره، فتحه واو. و تی کسره بعدش یا صدای ای میگیره. تی و تی نی و تینی و تینی. رب ب الف در وسط آمده، ببینیم اینجا هیچ نقشی نداره. این میچسبه به مابعد. رب بغ فر. رب بغ فر. ب میچسبه به غین، حرکت کسره ب. بغ فر. اما اگه این رب نبود این به تنهایی چی میشد؟ الف وصل اگه از اینجا میخواستیم بخونیم الف رو باید حرکت میدادیم، چون بعدش لام نیامده فتحه نمیگیره. نگاه میکنیم اولین حرکت ما بعدش چیه؟ کسره است، بهش کسره میداد، میشد اغفر. اگر کلمه رب نمی بود این به تنهایی میشد اغفر. و النهار الف و لام خوانده نمیشن، واو میچسبه به نان به نون. و النهار بالقلم الف خوانده نمیشه، به میچسبه به لام. بالقلم. هو الله الف لفظ جلاله الله در ابتدا خوانده نمیشه چون در مابین قرار گرفت، الف وصله. لام چون هیچ حرکتی نداره خوانده نمیشه. واو میچسبه به لفظ جلاله. هو الله الله. اگر لفظ جلاله ما بعدش ما قبلش فتحه باشه یا ضمه صدا پر خونده میشه، دهان به سمت بالا باز میشه. هو با هو. اگر کسره باشه باز سمت بالا باز نمیشه. این رو ان شاء الله ما در موضوع در این باب صحبتی خواهیم داشت، در این باب صحبت خواهیم کرد در برنامه پیش. ول الف خوانده نمیشه. فتح لهدین اینجا الف وصل در مابین قرار گرفته خوانده نمیشه. لام هم به این خاطر کلماتی نداره خوانده نمیشه. لهدین دی نه کسره بعدش یا صدای ای میگیره. لهدین و ضمه بعدش واو صدای او میگیره. قو این الف هم که خوانده نمیشه. قو. اینها مثال هایی بود برای شما عزیزان در باره حروف ناخوانده، حروفی که خوانده نمیشن. 4 حرف هستن: واو و الف و لام و یا. اگه سر هم نوشته بشن میشه والی. اگر هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن. واو، الف، لام و یا هیچ علامتی نداشتن خوانده نمیشن. الف هم در بعضی وقتها خوانده نمیشه. الف وصل رو هم گفتیم که علامت صاد روش هست. اگر بخوایم در وسط کلام خوانده نمیشه. در ابتدا اگر قرار گرفت باید بهش حرکت بدیم، نگاه میکنیم بعدش اگر لام بود بهش فتحه میدیم، لام نبود فتحه نمیگیره. نگاه میکنیم بعدش اولین حرکت اگر لام نبود نگاه میکنیم اولین حرکت بعد از الف وصل چیست؟ اگر کسره بود بهش کسره میدیم، اگر ضمه بود بهش ضمه میدیم، اما اگر فتحه بود بهش فتحه نمیدیم دیگه، چون فتحه فقط مال وقتی است که لام باشه بعدش. اگر فتحه بود چیکار کنیم؟ باز هم بهش کسره میدیم. امیدوارم که انشالله این موضوع هم برای شما از اونجا افتاده باشه. شاید مقداری در ابتدا براتون سخت به نظر بیاد، اما با تمرین به راحتی میتونید انشالله مشکل رو حل بکنید و این درس رو تکرار بکنید. الف وصل رو کم تکرار میشه، کم پیدا میشه در مصحف الف وصل در ابتدا قرار بگیره، اما به هر حال نکته مهمی است که باید مد نظر عزیزان باشه. با تمرین و تکرار حتما اینجا ذهن نشین خواهد شد و برای شما مسئله بسیار ساده و آسان خواهد گردید. در برنامه‌های بعد همچنان با شما عزیزان خواهیم بود و نکات دیگری که مهم است قبل از آغاز سوره های کلام الله مجید به همراه شما عزیزان یاد بگیریم. تا درس بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال بسپارم. الله یار و نگهدارتون.